تاجیکستان و قرقیزستان بررسی مسئله‌های استفاده آب و تعیین و نشانه‌گذاری سرحد را دوباره آغاز کردند. در تاجیکستان مفتشان حق بازپرسی فاصلوی با استفاده از اینترنت را دریافت کردند. طالبان با امید تیزانیدن مرحله اعترافی حکومتشان به تاشکند آمدند. جریمه ماشین‌های شیشه سیاه در تاجیکستان گرانتر می شود. حمدانی کمالوف فوتبال بازی تاجیک به تیم پراکو ایلاس انتمیری اسپانیا پیوست. بشکک و دوشنبه قصد دارند فعالیت گروهی کاری دوجانبه بین اداروی آید به مسئله‌های استفاده آب را از سر گیرند. چنین توافق را رئیس جمهورهای تاجیکستان و قرقیزستان امامعلی رحمان و صادر جباروف در دیدار روز 21 ایول به دست آوردند. سران دولت‌ها بر این نظرند که ذخیره‌های آبی رودخانه‌های فرامرزی باید در زمینه سودمند استفاده شوند. کاری کمیسی‌های بین حکومتی قرقیزستان و تاجیکستان آید به رشد همکاری و دلیمیتاسیا و دیمارکاسیای قطعه مشترک سرحدی نیز فعال خواهد شد. همچنین دیروز رسانه‌ها خبر دادند که هیئت‌های تاجیکستان و قرقیزستان برای تعیین نشانه‌گذاری سرحد در ولایت بادکند جمع آمدند. نماینده ویژه دیوان وزیران قرقیزستان در مسائل مرزی نظیربک باربایف گفته است جلسه 22 ایول آغاز شد و 5 روز ادامه خواهد کرد. مقامات تاجیکستان باشد در این باره اطلاع نداده اند. گفته می شود از ماه می سال 2021 82 کیلومتر دیگری سرحد معین و علامت گذاری شده است. پیش از این قریب درباره 520 کیلومتر موافقه شده بود. رهبران تاجیکستان و قرقیزستان بهار امسال گفته بودند که در عموم تقریبا 664 کیلومتر خط مرز معلوم شده است. مفتشان در تاجیکستان حق بازپرسی فاصلوی با استفاده از اینترنت را دریافت کردند. اکنون در حالت ضروری کارمندان حفظ حقوق می توانند توسط اینترنت با جبر دیده یا شاهدی پرونده تماس گرفته سوالهای موردی توجه را بدهند. تغییرات در این زمینه به کودکس مرافعاوی جنایی کشور اخیراً از جانب مجلس ملی جمهوری قبول گردید. با ماده 197 قسم 2 طبق تغییراتی که وارد شده است در صورت بیرون از کشور بودن شاهد یا جبر دیده بازپرسی می تواند به طور فاصلوی صورت گیرد. گفتگوها با استفاده از تلکمونیکاسیا و پشته الکترونی صورت گرفته افراد بی‌طرف نیز می توانند در آن شرکت کنند. امروز در تاشکند کنفرانس بین المللی افغانستان امنیت و رشد اقتصادی آغاز می شود. آن با تشبث پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزیوف دعوت شده تا 26 ایول دوام خواهد کرد. با اطلاع وزارت کارهای خارجی ازبکستان هدفهای اساسی کنفرانس دو روزه این تهیه عملهای هماهنگ شده جامعه بین المللی آید به افغانستان، پیشنهاد و عملهای مشخص آید به احیای اقتصادی کشور، رسانیدن کمک فوری بشردوستانه به مردم افغان می باشد. همچنین در کنفرانس مسئله تأسیس حکومت در اساس نمایندگی همه قشرهای افغانستان، احترام حقوق زنان و تامین دسترسی دختران به تحصیلات پره مکتبی بررسی خواهد شد. برای اشتراک در این کنفرانس یک روز پیش هیئت حکومتی موقت افغانستان با سرداری اجرا کننده وظیفه وزیر کارهای خارجی افغانستان امیرخان متقی وارد پایتخت ازبکستان شد. وزارت کارهای خارجی ازبکستان همچنین خبر داد که در این چهاربینی در مجموع حدود 100 هیئت خارجی شرکت خواهند کرد. در همین حال طوری که دیلی نیوز خبر می‌دهد طالبان امیدوارند که ملاقات در تاشکند مرحله اعتراف حکومتشان از جانب جامعه جهانی را تیزانیده به انتظارها و نیازهای حکومت و مردم افغانستان توجه جدی داده می شود. جریمه ماشین‌های شیشه سیاه گرانتر می شود. با گزارش خبرگزاری سپوتنیک بر اساس قانون رانندگان ماشین‌های شیشه سیاه تا 4,500 سامانی جریمه خواهند شد. این طرح در آخرین جلسه شورای ملی تغییر و علاوه‌ها به قانون درباره قاعده ویرانکنی اداری و رانندگی در تاجیکستان تصویب شد. بنابر اعلام وزارت امور داخلی تاجیکستان در سالهای 2019-2021 و 3 ماهه اول سال 2022 بیش از 3,500 مورد استفاده نقلیات شیشه سیاهی بدون اجازتنامه شناسایی شده است.
ҳамадони камолов футболбози тоҷик ба тими паракауэлос антамираи испания пайваст. паракауэлос антамира ин дастаи шаҳри мадрид мебошад. футболбози 19-солаи тоҷик ҳамадонӣ бо дастаи Райо Махадаондои Испания соли пеш созишномаи ҳамкорӣ ба имзо расонида буд ва он ҷо бозӣ мекард. ҳамадони Камолов барандаи нишонҳои нуқраи ҷоми Осиё миёни наврасон ва узви тими миллии ҷавонони Тоҷикистон мебошад.